ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبتی ما معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت استاد خواجه میر. استاد خوش آمدید. بیننده های عزیز، این نوبت ما در مورد یکی از رکنهای بنای مسلمانی در مورد زکات صحبت داریم و چون گوییم اگر بنای مسلمانی از 5 است، اول این کلمه شهادت، دیگر این 5 وقت نماز خواندن، سوم این روزه ماه شریف رمضان داشتن، چهارم زکات دادن و پنجم این سفر حج کردن، یعنی حج کردن اگر توان داشته باشد. و بنای ستون چهارمی بنای مسلمانی این زکات است. استاد عزیز، اصلا خودی کلمه زکات چی معنا دارد و چرا زکات در اسلام چون ستون یکی از بنای مسلمانی که معرفی شده است؟ مرحمت. به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند و فرستاده او حضرت محمد مصطفی علیه السلام. اما بعد، السلام علیکم. حقیقتا هر یک احکامی که خداوند ستون دین گذاشته است و یکی از چیزهای مهم می باشد. پیش از گفتن فضیلت یعنی احکام گذاشتن زکات که از بناهای دین مبین اسلام، درباره خود کلمه زکات. البته کلمه زکات این کلمه عربی است، معناش همین که یعنی تازه کردن. در یک برای خاطر فهمیدن تازه کردن، یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویم که لکل شیء زکاتون، میگن پیغمبر خدا هر یک چیز زکات دارد، تازه کننده دارد. و زکات البدن الصوم، یعنی زکات بدن این روزه داشتن است. چطوری که انسان روزه میگیرد بدنش پاک میشود، یکمش همین که از گناه پاک میشود، دویمش انشاءالله از کسلی ها، از بیماری ها که تازه میشود پاک میشود. یعنی زکات هم همون تازه کردن مال تازه میشود. از همین لحاظ الله سبحانه و تعالی هر یک احکامی که دین مبین اسلام قرار داده است، البته و از حکمت خالی نیست. یکمین، چرا چطوری که سوال دادید، زکات را خداوند چهارمین ارکان اسلام قرار داد. ما به حکمت این نگاه کنیم. یکمش همین که زکات خداوند یعنی یکی از ارکانهای اسلام گذاشتنش این معلوم کردن محاسن الدین الاسلام، یعنی دین اسلام دین نیکویی بودنش اثبات کردن است. حقیقتا ما به حکمت زکات نگاه کنیم، تنها از دادن زکات فقط نیکی، یعنی در مابین آدم ها رحم، شفقت، مهربانی را یعنی بیان کردن است، زیاد کردن است. چون که الله سبحانه و تعالی یک چند نام های خودش مهربان، من مهربان هستم، غفور هستم، رحیم هستم گفته در قرآن صفتاش بیان میکند. مادامی که پروردگار در قرآن چنین صفتهای بزرگی خودش ذکر میکند، زکات هم طبق همین فرموده های خداوند که خداوند مهربان است، این برای منفعت و مهربانی انسان ها است. مثلا آدم زکات دهنده وقتی که زکات میدهد به شخص کمبغل، عداوت در بین ویها دور می شود، مهربانی ویها زیاد می شود و این چنین یک مشقت و وزمینی در سر هوای باشد، همون مشقت و وزمینی از سر وی چی می شود؟ دور می شود. از همین لحاظ الله سبحانه و تعالی یعنی زکات شاکرده است. زکات یکی از ارکانهای اسلام و در قرآن عظیم شان فرض بودن زکات خداوند یعنی در یک چند جا ذکر میکند. در همین باره الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان یک چند کلمه را به کلمه دیگر یعنی پیوست نازل کرده است. عبدالله ابن عباس میگن که ثلاثه فی القرآن نزلت مقرونتون بثلاثین، خصوصا 3 چیز میگن خداوند از سبب به همدیگر چسبیدنش، به همدیگر جدا هم من پیوند بودنش، 3 چیز خداوند در قرآن به همدیگر چسبیده نازل کرده. از جمله همانها و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، نماز خواندن و زکات دادن. از این معلومه شده است که مادامی که ما الحمدلله مسلمان هستیم، فرضیت نماز میدانیم، فضیلت نماز میدانیم
حکمت نماز میدانیم که نماز حرکت میکنیم میخونیم، زکات هم ان همین به نماز در یک آیت چسبیده نازل شده است، باید که ما و شما به زکات هم اهمیت دهیم. حضرت عبدالله ابن عباس در دوام همین سخنشون میگن که لا یقبل احد دون قرینته، به یک کس یک دیگر قبول شدنش در گمان است. از مادامی که نماز میخواند حتما زکاتش دهد. زکات منفعت های بسیاری دارد. به قول همون آیت و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، یعنی نماز رو برپا دارید و زکات رو دهید. بله. تشکر استاد. خوب، چون در مورد زکات گفتیم، کیها زکات دهنده هستند و کیها گیرنده آن هستند؟ من میخواستم این نکته رو مفصل شرح بدید. حقیقتا مادامی که زکات یکی از فرضهای خداوند، چطوری که آیه گفتید خداوند در چند جای قرآن زکات و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات گفته ذکر کرده است، از این معلوم شده است که این یک چیزی عادی نیست. غیر از زکات ذکر کردن، خداوند زکات گیرندگان هم در قرآن عظیم شان 8 گروه و اینها را بیان میکنه. از این معلوم شده است که فقط زکات من دادم، خالص شدم، از گردنم ساقط شدم که گفته که آدم که و زکات از گردن وی ساقط نمیشده است. همون 8 گروهی که خداوند در قرآن ذکر کرده است، مصرف زکات میگوید باید که انواعها را یابد. یک قصه را گفته هستیم در زمان عمر ابن عبدالعزیز که این کس نبیری حضرت عمر هستند، دولت‌های ممالک اسلام همین خطر بای شدند که شخص‌های زکات دهنده در همون جزیره عرب زکات گیرنده پیدا نشدند. همه می‌خواستند که زکات دهند، نبود مستحق زکات. و ها پیش از مالاشون به نصاب رسیدن که در زکات دادن یک چند چیز فرض است. یکمش همین که مالش مقداری معین برسد نصاب. دویمش همین که حول 1 سال گذشتگی باشد. سومش البته این به نیتی چی باشد؟ زکات باشد. وقتی که همونها زکاتشون میدونستن که مثلا ماه رمضان به نصاب میرسد، پیش از ماه رمضان که طرفای افریقا رفتن که اون وقت هواپیما بود، وسایل نقل که نبود و همون اسب و دیگر واسطه های میرفتن، 2 ماه 3 ماه پیش که میبرامدن که رفتن مو زکات ما صاحبانش و اهلش بتیم که از گردن ما ساقط شود. 2 ماه 3 ماه برای خاطر تجارت نه، برای خاطر یک چیز کسب کردن نه از این دنیا، یعنی برای خاطر امر خدا است. خداوند انما 8 گروه آدم ها رو دادن در کار گفته یا بهم گفته به دست خود تا که خاطر جمع شویم از گردن ما ساقط شود گفته میرفتن زکاتشون رو میدادن. از این معلوم میشه است که گیرندگان زکات اینها شخص های معینی هستند که خداوند در قرآن ذکرشون کرده است و اون شخص ها رو باید که البته ما یافتیم. از همین جمله خداوند در قرآن عظیم شان بیان میکند که انما الصدقات للفقراء در سوره توبه در آیه 60، یکی از سوره های قرآن، یعنی سوره توبه در آیه 60 پروردگار همون زکات گیرندگان رو بیان میکند. دیگه سرشوی آیه هم ببینیم که پروردگار باز تاکید کرده ان همینها اولترین، ان همینها اولترین هستند. انما الصدقات للفقراء، یکم شخص فقیر، دومش مسکین. اینجا سوال پیدا میشد که فقیر کی هست، مسکین کی هست؟ فقیر یک شخصی هست که وای البته خداوند در این قرآن عظیم شان آیات ها را، شخص ها را ترتیب قطعی نازل کرده است. از این معلوم میشه که اول فقیر باشد همون فقیر دادن در کار، چون که خداوند در قرآن مرتبه فقیر از مرتبه دیگر 7 گروه دیگر بالا. فقیر یک شخصی هست که یک روزینه طعام دارد دیگر ندارد، برای پگه ندارد. دومش مسکین، همین که مسکین یک شخصی هست که طعامش میرسد، جای کار دارد اما جای کار معاشش برای زندگیش کفایت نمیکند. معاشش برای زندگیش کفایت، اینو مساکین میگه در شرح. و این چنین والعاملین علیها، بعضی شخص ها هستند که وها زکات جمع کننده هستند، زکات جمع میکردن. چطوری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابگان جلیل به هر جا برای خاطر جمع کردن زکات میفرستاندن. خداوند در قرآن عظیم شان پیغمبر دعوت تعلیم داده میگه که خذ من اموالهم صدقه، از مال ویها تو زکاتاشون جدا کرده گیر و در حقهاشون دعا کن تا که در دل ویها یک آرامش پیدا شود. یعنی عاملین علیه همین که شخصانی که برای مشغولیت زکات جمع میکنن. حالا در بعضی جزیره های عرب صندوق زکات است، بیت زکات است، مخصوص اصلا زکات جمع میکنن، برده همون اونها رو دادن، همونها رو معاش گرفتناشون از حساب همون کاریاشون درست است. و این چنین والمؤلفه قلوبهم، شخص هایی که دلاشون مؤلفه القلوب هست. مثلا یک
چیزی نیک اسلام اگر که فهمن اسلام قبول میکنن، ایمان دارن لیکن ایمانشون استوار نیست. وقتی که به همون حاضر قصه از آن گفتید، همون مثلا شخصی که یک شعائر اسلام که بلند خوشرو کرده گوید در دل دیگرها که دعوت میشود، این هم اگر همون مؤلفه القلوب شخصانی که ایمان دارن لیکن دلهاشون حاضر مستحکم نیست، مؤلف است، شاید که از اسلام دست میکشن، اما با واسطه زکات شما وقتی که زکاتش میتید، چطوری که در حکمت زکات گفتیم میبیند که در اسلام این برابری بوده است. فقط برای بویها زندگی کردن نبوده است، بلکه در مال بویها، در مال شخصهای غنی حق دیگرها را هم بودن گفته. ان همون مؤلفه القلوب ایمانش سخت میقبد، اسلامش سخت میقبد که این زکات بوده است، من از قینه میبرآورده است، من از قرض جدا میکرده است گفته. ان همون مؤلفه القلوب دادن. غیر از مؤلفه القلوب و فی الرقاب، یعنی شخصهایی که غلام هستند، البته در زمان ما غلام داری نیست، لیکن در همون زمان قدیم غلام بودند. برای خاطر شخصهایی که غلام بودند برای هوایها را آزاد کردند، یعنی شخصیت های تاجر زکاتاشون رو میدادند که تا همونها داده چا کنند، یعنی آزاد شوند. من حضرت بلال رضی الله عنه را حضرت ابوبکر صدیق آزاد کردند. مثلا یک حضرت ابوبکر صدیق دیگر صحابه را، حضرت بلال دیگر صحابه یعنی آزاد کردند از سبب من دادن ویهاشون، خیار خریدن، زکات دادن، زکاتشون دادن و حقوق داده صاحبانشون خودشون آزاد کردند. و این چنین والغارمین گفته شخصان قرضدار، شخصانی که قرض دارند. چرا در اینجا مدیون غارمین یعنی شخصانی که قرض ویها را بسیار هم ناتوان کرده است. قرض هم دو خیلی میشه است، قرض هایی که هستند سبک هستند ویها را شاید که به یک چیزی، اما شخصیت هایی که جدا هم قرض ویها را به حالت ناگوار، به حالت های بسیار هم تنگ دستی زشت آورده است، انمانها را دادن. و فی سبیل الله، و شخص هایی که در راه خدا هستند، مثلا برای طالب علم ها، برای کارهای ثواب وی کردن، مثلا امروز دانشجوهای ما مثلا برای منفعت وی مسافر هستند، عائله های کم بغل میخواهند که رفته خانه در بعضی جا، شاید که همونها برای رفتن نفقه ندارن، برای خاطر هوایها راه پله یعنی بلیط میگیرن، یا که دیگر برای خواندناشون معاششون زکات میدن. البته این هم علمون در راه خدا، چون که هوایها مسافر هستن. و این چنین و ابن السبیل، مسافری که مال دارد، مالش به زکات میرسد، اما آمده در یک شهر همون مالش از دست داد، یا که به سخن امروزه مفلس، بانکروت شد، مال نداره برای خاطر به وطنش گشتن، انا همون شخص به هم دادن زکات. این از هشتمین نوعی یعنی شخصایی که به ویها یعنی زکات داده می شود. اکنون یک چیز باید البته از این فرصت استفاده برده، مادامی که صحابگان پیغمبر بعد از پیغمبر تابعین تبع تابعین برای ادا کردن زکاتشون اینقدر زحمت میکشیدن، امروز هم از این گفتنی هستیم که شخصانی که تاجرانی که در مابین مردم ما الحمدلله هستند، اینها را اولا بردن زکات دادن، یا که در یک جا باید زکات همون جایهای مفصل ما ببینیم که در اینجا زکات در آبادی مسجد استفاده برده نمیشود، چون که در خود مسجد و نماز میخونه. زکات در مثلا راه بیمارخانه اینها داده نمیشه، چون که این چیز باید ما صراحتا گوییم، چون این فرض است، چون از همون راه از همون بیمارخانه و استفاده میبره. اما برده طعام کرده برای خاطر بیمارو بردن، طعام کرده دادن برای خاطر یتیم خونه ها، برای خاطر خونه های بی پرستار، البته از پول زکاتش خود لباس میگیرد، خود که طعام میگیرد برده دادنش، البته این هم همون جایز است. برای گفته های خود ما چرا انسان جایهایی که خودش استفاده میبرد در همانجا دادن زکات منع است. یک قصه بزرگ از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیشوای مذهبی خود ما میبریم که در عراق در یک دهاتش یک جنازه شد. یک روز حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رفتن که در همون جایی که جنازه میخونن یک باغ خوشروی که باغ خیلی زیبا هست، در همون سایگی باغ نشستند و بعد گفتن این باغ کی است؟ بعد گفتن باغ فلان آدم گرفتن. سیکین از جاشون خستن، یک افتابی گذشته نشستن. آدم‌ها در حیرت ماندن، آدمایی که گواه بودن این حالت رو دیدن. بعد گفتن چرا شما امام این خیلی طور کردید؟ و گفتن که من به این گفتن زکات دادگی بودم، شاید که از همون زکات دادگی من این عبادتی که از روی مذهب امام و از روی شریعت اسلام از زکات دادگی خودش باید که همون انسان استفاده نبرد. برای خاطر همینم
زکات که مادامی که بنای مسلمانی است فرض هست و البته همون مصرفی زکات و مصرفی زکات البته دادنش به هم یعنی انسان های زکات دهنده حرکت کنند. یعنی همون باقی که سویش به اگر کشیدم اگر گویا خودی من زکاتم دادم با همون بهره بریزم. تشکر استاد. خب یک مسئله دیگر که من میخواستم از شما در همین مورد پرسیده باشم، در زکات نصاب گفته که کلمه نیست همراه می آید که مثلا در مورد زکات دهنده، خب ما گیرندگان زکات رو گفتیم که مستحقان زکات کیا هستند و کیها مثلا زکات رو دادنشان برای آنها فرض است. مثلا گفتیم که اگر مالشان به حد نصاب رسد، حد نصاب چگونه حد است؟ بله، چطوری که در هر یک عبادت فرض است در برای شخصیت های زکات دهنده هم اگر همین چیزها پیدا شود بعد زکات دادن وی فرض است. یکمش همین که اسلام در دین مبین اسلام زکات داد، در دیگر دین ها زکات دادن فرض نیست، این تنها دین مبین اسلام باید مسلمان باشه. دویمش همین که مالش باید که به نصاب همین که البته یک مقدار معینی که هر سال علماهای اسلام این چیز از روی که طلا در بازار چند است همین حساب میکنند، چون که امروز ما میبینیم که در عالم با نرخ طلا از همه معدن ها یا که از همه قیمت های پولی استوارتر میشد این قیمت طلا هست، با طلا حساب میشه. چون که اگر اینو با سامان تاجیکی حساب کنیم بسیار پست و بالا میشه و به دیگر نرخ از روی طلا حساب میکنن و همون مسقال طلا رو میگیرن که همون سال در بازار چند پول است. انا از روی انواع زکات همه چیز میبرن. اما در باره زکات های حیوان ها این چیز طبق مذهب طبق نشان داده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشان داده شده است. مثلا از 40 تا گوسفند یک تا میتن وقتی که زیاد شد با تغییر یافته میگیرد. اینجا دویمش نصاب. سومش همین که یعنی باید در زکات دادن نصاب باشد و حول چی گفته نگاه یک سال بعد گذشتگی باشد. بعد چهارمش همین که نیت زکات باشد. در زکات دادن 4 چیز فرض. یکمش همین که اسلام، دویمش نصاب چطوری که بیان کردیم یعنی مقدار معینی که هر سال شورای علمای دین جمهوری در جمهوری ما پیش از ماه رمضان جمع میشوند در دوشنبه قیمت همون طلا رو میبینن که در همون وقت در بازارهای دنیا چند است. همین مخصوص از بانک‌ها میپرسن، از متخصصا میپرسن، در مرکز اسلام شناسی از جمع میشوند این چیز زکاتش معین میکنن. در تمام دنیا همین این زکات یک نصاب معینی نداره. مثلا سال گذشته مثلا 20000 سومون بود، ما اگر 20000 سومون میشد نمیشه، چون که نرخ طلا و نرخ سومون سالهای آینده شاید که بلند میشود، 23 میشد، 25 میشد. از همین لحاظ از روی طلا حساب دیده میشود. خب یکمش اسلام، دویمش نصاب، سومش باید که نیت زکات گفته دهد. نیت زکات باشد، چون که خداوند فرض کرده است این زکات گفته نیت کرده، این از صدقه نافله فرق میکنه. چون که خداوند در قرآن گرچنده که زکات به لفظ انما صدقات گفته که صدقات دو خیل میشد، صدقات فرضیه، صدقات نفلیه. صدقات فرضیه این یعنی زکات است، یعنی یک چیزی که نذر میکنه و هم گرچنده که نفل باشد گردنش فرض میشد و این فطر روزه اینها چیز است. اما چهارمش باشد این هم چطوری که بیان کردیم این چیز است، یعنی یک سال گذشتگی باشد. بعد از یک سال گذشتن یعنی در گردن همون آدم چی میشود؟ قرض میشه. سالش چه حساب میشود؟ سالش از کدام سالی؟ مثلا همین ماه رمضان، من حاضر ماه اکتبر است، از ماه اکتبر همون شخص دستش به مثلا 20000 سومون میدراید، 30000 سومون میدراید. نگاه میکنه که تا رمضان آینده، تا ماه اکتبر آینده از همین حساب تا اکتبر آینده میبینه دستش به چقدر پول است، همون پول چقدر شده است. انا همون یک سالینه پولی دستش به استادگی حساب میکنه. میتیادم حساب رسی باشه. اکنون یک چیز اینجا باید خاطررسان کنیم که مادامی که زکات فرض بوده است، اینقدر زکات دادن اینقدر درجه بزرگ داشته است، اما شخصانی که زکات نمیدهند چقدر عقوبت از برای وی ها از نگاه دین مبین اسلام یعنی تعیین کرده شده است. چون که انسان وقتی که یک چیز فایده شه که فهمید بسیار رغبت میکند، اما در حالت عکس ندادنش عذابش هم که درک کند، وزنین بودنش که درک کند، برای خاطر وی حرکت میکند. اصلا کسانی که زکات نمیدهند، زکات دهنده ها یکم همین که عقوبتش همین که مالهاشون سبب
یعنی مفلسی دچار میشود. این سخنی پیغمبر است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه ان هلاکت الوادی ان هلاکت المال فی البوادی بمنع الزکات. مالها در بیابانها گم شدنشون از طرف حیوانها و ها هلاک شدنشون، یا که در تجارتون یعنی مفلسی زیان دیدن پیدا شود، این از ندادن زکات است. یکم عقوبتش همین. هر یک امری که خداوند فرموده است ما گفتیم و برای منفعت همون انسان ها است. در زکات دادن منفعتش گفتیم یکی منفعت زکات این علم خداوند در مال و برکات میداده است، از هلاکت نجاتش میداده است. دوم عقوبتی که کسانی که زکات نمیدهند خداوند در قرآن عظیم شان صراحتا بیان میکند. اگر چیزهای تلاواری و انجامهای وی باشند خداوند هوایها را به مانند یعنی اتیوک در زمال گرم میکند، امر میدهد که به همون مالهایی که در حق وی در مالهای وی و حق دیگران بود و اون حقا را اجان آوردن و همین مالهاشون رویهای وی ها را در زمال کنید. چطور در این دنیا آدم چقدر در زمان چقدر عذاب است. و این چنین عقوبت دیگری که خداوند برای خاطر مالهای جانداری که اگر زکاتشون دادگی نباشند برای خاطر از صاحبش انتقام گرفتن، خداوند همون مالها را زنده میکرد است. همون مالها آمده با حدیث صحیح است در روایت امام ترمذی آمده است. پیغمبر خدا گفتند که همون مالهایی که زکاتشون نمیدهید خداوند به ویها در سمپاشون سمهای آهنین میدهد، آمده با همونها در سرهای صاحبای خود میزنند که چرا شما زکاتهای ما را به جا نآورید. از همین لحاظ مادامی که فرض الهی است ندادنش گناه کبیره است، البته حرکت کند انسان همون زکاتش به جا بیارد، چون که خداوند فرموده، خداوند این تنها برای مهربانی بندگانش است نه برای زیاد. در یک حدیث هم برای خاطر شخصایی که شاید فکر میکنن زکات میتیم مولامو کم میشود، پیغمبر خدا میگن که در یک چند چیز به کردنش یک چند چیز کم نمیشه، از آن جمله و تعلیم دادن علم آدم تعلیم دهنده کم نمیشه. دویمش هم این که به دادن زکات مال زکات دهنده کم نمیشه. تشکر استاد، تشکر برای شرح این موضوع. و وقتی ما با این برنامه آمادگی میگرفتیم شما یک نکته گفتید که به چند نفر او راستی مراجعت هم میکنن در مورد یعنی که مصلحت میپرسن گاهو، چون برنامه رو که معرفی میکنیم حتما گویا با چون داننده این موضوع به من گاهو مراجعت میکنن، من نیز عاجزی میکشم و این سوالی که من این لحظه برای شما ارائه میکنم این سوالی نه تنها من این چنین سوالی بیننده ها از در مورد اونی که مثلا به اهل پیوندها به کیها دادن ممکن است. مثلا گفتیم 8 قسمتی که مثلا اونهایی که گفتن فرض کردیم برای عمه، خاله، تقو، عمه یا مثلا اونجا پرسیده برای پدر و مادر. من میخواستم ان همین نکته رو برای بیننده ها نشان میدادید که مثلا تا توانیم موافقم در شناخت این موضوع که آگاهی داشته باشیم. بسیار چیز مهم است. پیش از همه پیغمبر خدا میگن که وقتی که به این خود صدقه کردید زکات دادید شما دو ثواب میگیرید، هم ثواب خویشاوندی میگیرید هم ثواب چی میگیرید زکات میگیرید، لیکن سیلی راه. لیکن مادامی که اگر از همون 8 گروه باشند اکنون کی به کیو داده نمیتواند. در دین مبین اسلام اصل هست، فرع هست. اصل پدر، پسر، بابا اینها اصل میشوند، بیبی، مادر، غیر و فرع به اصل داده نمیشود. مثلا یک فرزند ثروتمند هست، اگر پدر و مادرش از جمله 8 گروه آدمانی که در اینجا ذکر کردیم اگر از همینا باشند به اینها وی زکات داده نمیتواند، گرچند اگر فقیرم باشد یعنی مسکین هم که باشد، مؤلفه القلوب باشد یا که دیگر نوعها باشد دادن. چرا؟ چون که خداوند حق و حقوق فرزند یکی از هوایها که از جانب خداوند تعیین کرده شده است این بانی کردن پدر و مادر است. به همین زکاتش هم مادامی که مالش به زکات میرسد به خداوند حقدار کرده است که نه از مال زکات بلکه از همون مال خودش و پدر و مادرش چیکار کنند، از این چیزها کم بغل باشد و چیکار کنند از همین چیزها باید تامین کنند. خوب در عکس حال هم همین، اما غیر از این داده می شود، غیر از این داده می شود دیگه به شرطی که در یک جا دیگه تعام پذیریشون در یک جا نباشد. مادامی که دو تا پدر و دو تا برادر در یک جا زندگی میکنن، یک تاشون ثروتمند یک تاشون کم بغل هستن، اما
در یک خونه زندگی میکنن. از یک دیگه. چون که از طعام خود استفاده میبره. از برای خاطر همین هم قرضش قرضدار باشه قرضش داده رود میشه. اما طعامش اگر دیگهاشون جدا باشد طعامهاشون جدا باشن این بعد در همون حالت داده میتواند. اینجا یک مسئله است. آیا شوهر به زن که زن به شوهر داده میتواند؟ حقیقتا اگر شوهر ثروتمند باشد عائلش زوجش همسرش قرضدار شده باشد همون قرضش برده داده میتواند. قرضدار شده باشه امروز همه کار میکنن که یا در عکس حال یعنی زکات گفته میتید قرضش برده میتید زکاتش دست خودش بنه میتید ان همین قرض همسرم یا که قرض شوهرم گفته برده داده میتواند قرض. اما در یک خانه زندگی کردن در دیگر چیز صرف کردن نمیتواند. این همون حکمتی که شما در آغاز برنامه گفتید که همون باغی که حضرت امام ابو حنیفه آمده شدند و فهمیدن که وای زکاتشون هم صاحب باغ دادگی اسایش بهره‌ور نشون گفته افتاد رفته شدند. تشکر. استاد یک مسئله دیگری که وابسته به زکات ما پرسیدنی هستم. ما زکات رو چگونه دهیم؟ به پول، به چیز، به مال، به انواع خوردنی؟ اولا افضلیتش زکات از همون نوع خودش دادن در کار. گوسفند باشد گوسفند دادن در کار، پول باشد پول دادن در کار دیگر تمام. لیکن متأخرین علمان متأخر فتوا میتن که مثلا به همون انسان کدام چیز به همون آدم کمبغل کدام چیز یعنی فایدهش بسیارتر است از همون چیز. مثلا در اینجا اگر یک انسان در راه دور زندگی کنه شما زکات پول فرستانید اگر و باز اومده از اینجا برای خودش خوراک گرفته رفتنش خیلی دشوار می شود. هم خوراک در شهر ارزان است خوب می شود که در همون پول زکاتتان شما خوراک حساب کرده برده میتید. عکس حالش یک بعضی حالت ها پول برای و ضرورت است. پول برای شما مثلا از زکات گوسفند آورده میتید و جای گوسفند نگهداری داره و مشقت میشه خوب میشه که هم گوسفند خودش فروخته. یعنی برای این در همین باب دادن زکات از هر یک نمود خود از کدام نمودش اینجا مصلحت همون انسان ها فایده همون انسان ها یعنی کدامش فایده ناک است به نظر گرفته میشه. تشکر. یعنی من یک نکته رو آخرین رو که و همزمان برنامه رو جنبش نیزی میکردیم در موردی دادن یعنی این زکات مولی من گفته دادن در کار و چگونه باید دهیم که مثلا اگر فرض کنیم یک نفر پیوند باشد و از گرفتن خجالت نشود. بله در بعضی موردها میگویند اگر زکات که فریضه خداوند هست همین از بعضی کسا شاید که فراموش میشه از خاطرش برای خاطر رسان کردن دیگرها باشد اگر زکات بلند گفته میده دادن جایز. یعنی مثلا اصلا صدقه رو میگن پیغمبر خدا باید که به دست راستی دست چپ نبیند خفیه کرده دادن نکنه بیریو میشد. لیکن در باب زکات میگویند که اگر شاید که بعضی انسان ها دادن زکات از خاطرش فراموش است و که زکات چی است گفته نمیدانند برای خاطر هوای ها اعلان کرده گفتنش میشود. اما از فرض خداوند اما در این حالتی که شما گفتید که وای میشود شما با دلتون که نیت کرده نیت زکات که کردید هوای کفایه است. این یاردم من گفتن همتون میتید این گفتن شرط نیست. تشکر زیاد استاد برای شرح این موضوع. راستی من فکر می‌کنم برای آنهایی که این لحظه ما رو تماشا کردند البته برای خودشان از این صحبت از این مسئله بهره های تازه گرفتند و اینجا فرصتی برنامه ما به پایان میرسد. استاد برای اشتراک و شرح این موضوع سپاسگزار هستیم. بیننده‌های ارجمند خیر خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید.